خب سلام مجدد خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوارم که حال دلتان عالی باشد. خب دوستای نهایت عزیز، قسمی که میبینید ما دوباره به تنگی مارمول آمدیم دیگه. بسیار جاهای زیبا، بسیار جاهای قشنگ دیگه. واقعا جوی تک تک شما عزیزایی که بیننده هستین خالی، واقعا بسیار یک منظره های زیبا و جاهای دیدنی هست دیگه. ببینید شما دوستای نهایت، ما تقریبا در 2 اپریل بود که آمده بودیم، یعنی امروز مصادف است با 11 اپریل دیگه. واقعا بسیار وضعیت سرسبزی پست مزار خیلی متفاوت شده، یعنی تقریبا در همین یک هفته بسیار زیاد سرسبزی و زیبایی هایشون بیشتر شده. شما ببینید از آن دیگه یم کوه ها و درخت های پسته مارمول هسته دیگه. جای شما عزیزا خالی دیگه. واقعا ارزش دیدن را داره، واقعا ارزشش رو داره که ما اینجا بیاییم به خاطر تفریح و خوبی. واقعا بسیار جاهای قشنگ، بسیار منظره های زیبا. از شما بیننده باشین دیگه. انشالله ما امروز از تصویرهای زیبای مارمول رو به نمایش میکشیم. با ما باشین انشالله.